منتخب میزبان تیم منتخب آلمان که مرحله گروهی را به مشکلی پشت سر کرده بود و آمده بود تا به دور 8 نهایی. اینجا هم بر مقابل دنیا آنقدر مشکلی زیادی نداشت، فقط مشکلی اساسی اینجا ریزش سختی باران بود در میانه بازی که نزدیک 40 دقیقه شاید رفتی بازی قطع شد و دوباره دست به میدان اومدند و بازی را ادامه دادند. خب اکنون درباره بازی منتخب‌های آلمان و دنیا پیش از آنکه ما مثلا درباره جزئیات‌های کوچک این بازی گپ زنیم، یک سوال دارم. مثلا همون 1 سانتیمتر حالت افسایدی که نوگی پاپوشی یک فوتبالباز در افساید میاد و آن رو ور میقپه، همین رو بازیگران چی خیلی حل کنند؟ مثلا شما فوتبالباز هستید و 1 سانتیمتر نوگی پاپوشی شما یا که همون بوتس شما در افساید میاد، شما چیکار کنید باید که همون 1 سانتیمتر در افساید نباشد و گل شما حساب کرده شود؟ متاسفانه بازیگران یگان کار کردن نمیتوانند. اینجا سطح عالی پروگرسی تکنولوژی نو است که ما از تکنولوژی همون چیز را معاین میکنند. ببینید این حال با راه اندازی ور در همین چمپیونات رو علاقه یک تجهیزات نصب شده است که رسیش کمتر به توپ علاقه در همون اکران ها سمت حرکت و صدا یعنی که به میان پیدا می شود. از روی صدا هم معاین میکنند. از روی صدا معاین میکنند و البته ما در همین بازی منتخب مقابل آلمان و دنیا دیده بودیم و در حالت میلیمتر قپیده شدن افساید و سانتی متر ها. اینجا البته ما در بازی پیشتر هم در بازی باشگاهی هم دیده بودیم که چگونه دسته ها از گل محروم شدند، از امکان عالی پیروزی محروم شدند. اینجا دیگر کاری در سطح عالی تکنولوژی نوین است و فوتبال باز هیچ کار کردن نمیتواند، در حالتی که تو به دست اندرسن رسیده بود. در این حالت هم البته اندرسن نمیخواست که تو به دست رسد، ولیکن در کوچکترین حالتی رسیش تکنولوژی نوین این چیز را معین میکنند و دسترسی میکنند به سردار. از یک جهت عدالت تامین میشود، از جهت دیگر البته متاسفانه است برای اون دسته و اون نفرانی که دچار این قضیه میشوند. من فکر میکنم که این هم پیشرفت تکنولوژی کمی هم باشد همون جالبیت فوتبال رو از بین میبرد، زیرا ببینید که وقتی که چنین میلیمتر کوچک تاثیر میرسونند به بازی، دیگر فوتبال باز این گونه حالات را نمیتواند که داره کند. و فکر من همون فوتبالی بدون ور بدون همین گونه تکنولوژی جالبتر بود، خوبتر بود، زیرا ما میدونیم که دوباره هم انسان است و او اشتباه هم میکند و با بعضی اشتباه‌های کوچک هم اون بازی‌ها جالب‌تر می‌گذاشتن. ولی والا ما از همین چیز رو با ما کارگردان نشون میدهد که چگونه همون سانتیمتری حالت افساید بود و در بازی مرحله گروهی هم در یکی از بازی‌ها محض با آلمان همین گونه شد که رقیب گل زد و همون چند سانتیمتر حالت بود که افساید بود و اونجا گل حسابیده نشد. ولی شما نمیتونید گفته که مثلا منتخب آلمان با شرافت ور حالا به دور چهارم نهایی میبرد. شاید اگر ور نمیبود در همین بازی حتی منتخب دنیا برابر با آلمان بازی میکرد، چون که اونها اول شده گل زدند و شمیخل چقدر خوب درخشید در دروازه، خوب حمله های آلمان رو، ضربه های بازیگران آلمانی رو برطرف میکرد. یه چیز رو البته گفتن مشکل است، رو ببینید آلمان دسته ای نیست که کامبک کردن نتوانند. خود بازی مشکل با شویتزاری هم ببینید، البته مخلصان باور داشتند به فیول کروک نفری که در آمد به میدان و نه فقط بازی رو نجات داد بلکه زینه اول رو با دسته میزبان تامین کرد. و من باوری داشتم راستی گپ اگر که دنیا گل میزد این رزمیری به قول اندازه کلون بوتسی بازیگر اندرسن اگر که ایسوتر هم بود آلمان میتوانست کامبک کنند و حتی پیروزی را هم به دست میگرفت، زیرا که در خود ببینید در 20 دقیقه اول بازی آلمان تا همون رد برق و بارون نفس کشی نمونده بود دنیا را. یک چیزی که برای آنها نرسید گل حساب نشده در دقیقه 4 اول باز آلمانیا گل زدند و بعدا سیوی کاسپر شمیخل. ببینید این چیزا یعنی که مانع شدن برای آلمانیا تا آنها گل نزنند. از رفت بازی از برتری آنها در 20 دقیقه اول تو من شدن بازی از طرف الیور، ببینید آلمانیا یک سر گردن بالا بودن و من باور ندارم که در صورت گل اول زدن دنیوی آلمان نمیتوانست که کامبک کنه. خب همین گلی که از جانب منتخب آلمان در دقیقه اول زده شد اونجا خود بازی اولا ویران شده بود در جای درست بود، ولی ضربه پنالتی و بعدا گل دومی که از جانب موسیالا زده شد غلبه منتخب آلمان رو تامین کرد و این دسته راه یافت به دور چهارم نهایی. در عموم بگیریم اگر ولی من به فکر شما راضی شده میتوانم اینجا که آلمان برتری داشت نسبت به رقیب خود و از دنیا شاید اگر که نتیجه خوب دیده میشد این یک هنگامه میشد و شاید بعضی‌ها حیران میشدند، لیکن وقتی که آلمان پیروز شد یعنی همون چیزی که باید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد و اکنون